سلام بینندگان گرامی، یک شام خوب برایتان تمنا میکنیم. برنامه نوبتی مهاجرتی به خطر است و با شما هستم، چون هر وقت سید احسان جلالیان و چگونه که شما میدونید ما قبلا اعلان کردیم که برنامه سیومی مستقیم مهاجرتی به خطر برگزار میشد و موضوعی که انتخاب کردیم در این برنامه این خطرهای مهاجرت است. چون خب هرچند ما در دیگر برنامه ها قسما به این مسئله توجه میکردیم، بعضی از سوال های بود از جانب بیننده های ما و اما این حال میخوایم که بیشتر تمرکز بالای همین مسئله کنیم، چون زیاد مهاجرانی هستن که به ما سوال‌های میدهند که از خطرهایی که در مهاجرت بالاشون میآید. به همین خاطر خب ما خواستیم که محض همین موضوع مستقیم پخش بگرده، چون قبلا هم وعده ها کرده بوده. خب بیننده های گرامی، ما مهمان داریم. مهمانی ما سهراب توشف، دیرکتور گنرالی جمعیت دارای مسئولیتش محدود شریف عصری نو هستند. خوش آمدند به استودیوی ما و همچنین مرا همراهی میکند مهران شاه. و خب اگر شما تماس گرفتید رقم های ما فعال است: 92 743 10 08 رقم های ما در استودیو است و شما میتوانید که مستقیما تماس بگیرید و چی سوال هست خب سهراب توشف به سوال های ما شما پاسخ خواهند گفت. و خب بس هم اتون برسونم که ما باز خب دیگر برنامه هم داریم که به بعضی از سوال های شما پاسخ گفته ایم، چگونه که ما وعده کرده بودیم در افیرهای مستقیم دیگر که خب به این سوالاتون یا به کدام یک سوال دیگرتون در برنامه های قبلی پاسخ گفته شده است، ولی ما خب اون برنامه های دیگر رو حالا بعضی از شما پخش نکردیم، اما اینها در روزهای دیگر آهسته آهسته پخش می شود. شما به بعضی از سوالاتون پاسخ خواهید گرفت. خب اصلا این سوال هایی که برای من اومده است، خب این سوال ها از جانب اکثر شما بیننده های گرامی است و به همین خاطر من میخوام که یک از همین سوال ها به همصحبتمان بدهیم تا اونه که خوب شما تماس میگیرید و بعدا ما میتوانیم که برای شما هم مستقیما امکان بدهیم. خب یکی از بیننده های ما سوال داده است که وقتی مهاجر احساس میکند که مقامات حفظ حقوق روسیه، اگر در روسیه باشد، بدون سبب جدی و با بهانه های گوناگون او را میخواهند دپارتاسیون کنند، در همین مورد چی باید کند؟ خب مرحمت. تشکر. هر یک دپارتاسیون که می شود باید با ترتیب دادن پروتکل اوید ویران کردن حقوق ویران کنی ماموری بررسی کرده شود. یعنی که کارمند مقامات حفظ حقوق که گپ میزند که من شما رو از فدراسیون روسیه به درگاه میکنیم، معنی وارد شوی میشد، یعنی که وای باید پیش از همه پروتکل ترتیب داده سببی و در دپارتاسیون شدنش رو باید در آنجا عکس کند که کدام ماده کودکس حقوق ویران کنی ماموری کتی و رو از حدود فدراسیون روسیه به درگاه میکند. و البته با این نسخه پروتکل باید در دستی مهاجر مهنتی باشد تا که و تواند که نسبت اون ایرادهایی که در پروتکل درج شدند ایراد خود رو با مقامات بالایی یا دیگر مقامات های گویم حفظ حقوق پیشنهاد کرده نویساند که از طرف کارمندان مقامات خدمات مهاجرت فدراسیون غیر قانونی نسبتش معنی وارد شوی گویم وای چیکارگی است. تهدید کرده؟ تهدید نه، هم وای چیکار است، یا تهدید کرده باشد یا اینکه گویم چی وای ترتیب داده باشد و میتواند فقط در اساس همین پروتکل ایراد خود رو گپ زند. خب تشکر میکنم. اینجا یک بیننده دیگری ما سوال دادن که خب یک قسم مهاجران خب
ایشون طریق روسیه به کره جنوبی میروند، برای 3 ماه کار میکنن میگه و برگشته میبرن. بعضیشون میروند و از 3 ماه هم میگذرد، حدود 1 سال میشود یا هنوز هم هستن در اونجا کار میکنن. خب برای اینا چی تهدید میکند؟ یا خطر دارد برایشون؟ چون مقررات 3 ماه هست که یا برای مهمانی میروند در اونجا کار میکنن یا نمیدونم برای چی، ولی بعضا از همون 3 ماه هم میگذرد. خب مرحمت. این سخن درباره شهروندان تاجیکستان که دو شهروندی دارد سخن میرد، یعنی که اگر هم شهروندی گویم فدراسیون روسیه هم شهروند تاجیکستان باشد با شناسنامه فدراسیون روسیه و میتونه در 3 ماه زیاد استاد. همزمان شخصانی هستند که شهروندان تاجیکستان که خواهش در کره کار کردن دارند با سبب اون که مزد مهنت در اونجا بلندتر می باشد و یا همچون یا مهمان یا برای خانیش همه خیلی میرن 3 ماه میستن و بعد اونجا گشته میبینند. البته روادید رو از فدراسیون روسیه میگیرند چون که در اینجا گرفتن غیر امکان میباشد در جمهوری تاجیکستان و یا میتونن یا در قزاقستان گیرند یا در فدراسیون روسیه یا در دولت هایی که سفارتخانه کره موجود میباشد. خب یک سوال دیگر شده که اولین مراتبه به روسیه رفته است ولی مقامات روسیه گفتن دپارتاسیا شده است. چرا همین گونه حالت می شود؟ روشگم من با چنین حالت دچار شده بودم که یک مهاجر مهاجرتی میخواست روسیه رود، همزمان معین گشت که وقتی که ما گفتیم که رفته هرچند نباشد در خدمات مهاجرت معنی وارد شویش بیند، بعد اومد گفت که ها حقیقتا گفت من معنی وارد شوی لیکن من در روسیه تماما نبودم. اینجا چی اساسا ممکن خطاگی خود خدمات مهاجرت فدراسیون روسیه وقتی که با کامپیوتر وارد میکند معلومات این یا اون شهرونده یکون خطاگی باشد. بعضی حالت ها میشد که خیلی از روی گویم شناسنامه قلبقی از نام و شخص به فدراسیون روسیه وارد شد و اونجا خونشکنی کرد نیست بار دیگر و بعدا و وای معنی وارد شوی دویم باره شد، یک بار به نام خودش و یک بار به نام شخصی که از نام وش گویم شناسنامه خارجی گرفتن. البته کاری جنایت است و باید مورد بررسی از جانب مقامات حفظ حقوق مورد بررسی قرار داده شود. خب مهرانشاه کدام زنگ زده است؟ نه اینجا هم خواهش کردم که رقم تلفن برای تماس 92 743 1008. بار دیگر تکرار میکنم 92 743 1008. این رقم ها در استودیو است و شما میتوانید بیننده های گرامی با تماس گرفتن به استودیو ما پیوست میشوید و با سوال های شما سهراب توشف حتما پاسخ خواهند گفت. و خب بیننده های گرامی انتظار میرفت که نماینده خدمات مهاجرت هم در اینجا خوب شرکت کنند و به بعضی سوال ها پاسخ بگن. و به دنبال همین سوال میخوام که باز چیزی دیگر رو بپرسم. سوالی که شده آیا با مراجعت کردن به مقامات مهاجرت تاجیکستان این مسئله حل میشود یا نه؟ چون جهت این مسئله رو نیست میتوانند البته با خدمات مهاجرت وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی با عریضه مراجعت کنند و یا میتونن این مسئله رو مورد بررسی قرار دهند، یعنی که میتونن برای گرفتن معلومات پرتر با خدمات مهاجرت فدراسیون روسیه مکتوب کنند و از اونجا جواب گیرند که با کدام سبب این شهروندی که حالا یکم بار با جمهوری با فدراسیون روسیه نرفته است معنی وارد شوی دارد. خب زنگ است. الو علیکم السلام. از کجا زنگ میزنه؟ چنون داره؟ خوش میکنم با میکروفون نزدیک. بله پخش مستقیم. چی نام داره؟ از روسیه زنگ میزنن گفته چی نام داره؟ نام من فرزانه. خب فرزانه مرحبا. من خواستم بفهمم که همینجا فقط دارید مهاجرات مهاجر میاد یا که
ولی دیگه هر مسئله های دیگر هم میتونم سوال. بله، وابسته به مسئله های مهاجرت، مخصوصا خطرهای که در مهاجرت رخ میده، چی مشکل دارد شما بگید و شاید که به مهاجرت تعلق دارد؟ ما همین خواسته من هم خواسته که میدونم مقصد که ریسرچ کردیم همه دکتر شما شروع کردیم و پاکن شد سوری وقت یک دیده کار میکرد همون خزایکش که جای میروید که مقصد که دیرسر میگوید که وقتی باید دارم پتنش مراجعت کنم اما این سای به اجازه چنانیه بخونش شما مندرم میکنم دیرسر میروید با دایت میروید چقدر دیگه میشود میروید بساری پتنت میروید که اونجا تا اونجا میگه که پتنت قانونی رود کردیم خیلی این هم میتونه رجیستر میکنم می اگر گرانیچه داره با گشته آمده میتونه یا نه. خب سوالشون فهمه شد؟ کمتر و ما خب ما قسما به خاطر که صداش ما خیلی با مشکل می آمد ما قسما فهمیدیم، ولی فکر میکنم که به سوالاتون حتما پاسخ خواهیم گفت. خب خیلی مشخصتر، خیلی کوتاه‌تر با یک جمله دو جمله بگید. تو چه سپورید؟ لیکن دیرتر است بسری پتنت. برای گرفتن پتنتش دیرتر رفته؟ پتنت برای آن دیر رفته بسری پتنت. بله. او میتونه که برای گرانیچه بیدار داره ایت با گشته آمده میتونه ابرازم که خب تشکر، فهمو شد فکر میکنم. یک خواهرجان گپ اون با که مهلت گرفتن پتنت یک ماه می باشد، یعنی که تا یک ماه شما می توانید حجتاتون پیشنهاد کنید برای پتنت. اگر که شما پتنت سپرده باشید و جمهوری فدراسیون روسیه ترک کرده باشید، البته شما میتونید برگشته بعداً پتنت خودتون گیرید، یعنی که اگر که پتنت شما بکار نکرده باشد. خب لیکن ترتیبش همه خیلی که تا یک ماه فدراسیون روسیه با شما پتنت پیشنهاد میکند در این مهلت. اگر اون آماده شده باشد و این دیر رفته گرفتم میگه، خب اون محفوظ نگاه داشتن نمیشود که کی رود گیرد، یعنی که از نو باید گیرد، چی نه است؟ رفته باید با جایی که سپردگی برای پتنت گیری رفته فهمد که کدام سبب ممکن یکون سببی گویم حضورناک باشد که وای گرفته نتونست پتنتش رو، برای همین وای باید رود فهمد که آیا میتوند وای پتنتی که از یک ماه گذشت لیکن سری وقت برای گرفتن پتنت حجتاش رو سپردگی است، یعنی که فهمد که همین پتنتش بکار نکرده باشد خدمات فدرالی روسیه. در این حالت میتوند اگر که بکار کرده باشد، یعنی که باید با از سر نو حجتاش رو آماده کرده برای پتنت گیری به خدمات فدرالی مراجعت کند. این هم باشد اگر یک ماه گذشته باشد و یا جریمه میسپرد 10,000 روبل روسی یا اینکه سرحد فدراسیون روسیه بار دیگر عبور میکند و میدارد که همین مهلت گرفتن پتنت از سر نو یک ماه و میشد حساب میشد از روز در آمدن به فدراسیون روسیه. لیکن این کار رو باید تا 3 ماه کند. اگر از مهلت 3 ماه گذرد اگر وای پتنت کردن نمیتواند، وای باید 3 ماه دیگر در جمهوری تاجیکستان استاد و بعدا رفته بعد پتنت کردن میتونه، چون که از روی قانون فدراسیون روسیه همه شهروندان خارجی حقوق دارند در مهلت 3 ماه در فدراسیون روسیه باشند. بعد 3 ماه باید فدراسیون روسیه رو حدودش رو ترک نمایند. اگر ترک نکنند نسبتشون پروتکل ماموری ترتیب داده شده معنی واریشوی تطبیق کرده میشد. خب تشکر میکنم. من فکر میکنم که همین پاسخی که دادن مخصوصا گفتن یا خب یک مرتبه دیگر رفته سرحد رو عبور کند یا اونی که جریمه 10,000 روبل گفته دادن باید اگر از یک ماه زیاد باشد. اگر از یک ماه زیاد باشد. خب نفر دیگر از فکر میکنم. الا سلام علیکم.
برنامه بخش مستقیم است. بله مستقیم است. برنامه مهاجرتی به خطر است. مرحبا. بله بله فهمو خوندم یک سوال داشتم. اومدنم رو اکل یک سال 2 ماه شد. میگراسیونی کارت من یک سال میگراسیونی کارت یک سال است. سرم دارد سرکش بودشگی مقصد من حدود تاجیکستان رفتن و دیپارتات کمی کرده باشن یا نه پاتیم است که اخیرشن نفس بایدم. درست همون. خب اول شما شهر مسکو زنگ میزنه؟ ما شهر مسکو زنگ. بله تشکر میکنم برای تماس گرفتن و ابراز. اکنون برای روشنی انداختن شما یک سال پاتنت داشتید. همین یک سال اگر که در چارچوبی قانون کار کرده باشید یعنی که در مهلت یک سال شما باید اندازی که پیش بینی کرده شده است ندفع میگوید نالوگ لفیزیشکا لیتسا در هر شهرهای هر خیره حضور مسکو 6000 دیگر منطقه 5000 دیگر منطقه 4 یعنی که هر یک منطقه به هر خیل. اگر شما تو همین آخری پاتنتتون مبلغش سپردگی باشید شما میتونید سرحد فدراسیون روسیه عبور کرده باز از سر نو پاتنت گیرید و فعالیت کنید. 2 ماه شما البته یگون نسبتون یگون چورم نمیبینم برای اینکه بعدی که انجام شدن پاتنت شما مهلت 3 ماهه گویم 3 ماهه همچون گویم مهمان شدن زیاد نیستودید یعنی 2 ماه امکانیت دارید که سرحد عبور کرده با گشت دارید با گشت پاتنت گیرید. خب تشکر میکنم. اینجا سوال هم خیلی زیاد شد از جانب بیننده ها و اینجا یک قبلا برای ما نوشته بودن که نفری که مهاجر شدن میخواد میگه که میشود که من امتحانی خب بر روسیه رفتن امتحان میسپرم میگن این من میتونم که از تاجیکستان همین امتحان سپرم میگن امکانیت هست میگه. البته هست. در جمهوری تاجیکستان در دوشنبه خوجند دیگر شهرها مکتب ها موجود می باشند که می توانند آنجا سرتیفیکاتی دانستن زبان روسی تاریخ روسیه و حقوق روسیه بسپرین. سپرین از جمله در چنین دانشگاه های عالی که همچون دانشگاه دولتی مسکو خب بعد دانشگاه انرژتیکی مسکو در جمهوری تاجیکستان انستیتوت دانشگاه اسلاویانی روسی یعنی که در آنجا تشکیل کرده شده است گرفتن امتحان و پیشنهاد سرتیفیکات دانستن زبان روسی. این بغیر از این یک چند شرکت ها موجود می باشند که چنین خدمت رسانی رو میکنن. علاوه خصوص در نزدیکی مرکزی گویم صخره کشوده شد نمایندگی صخره در دوشنبه در منطقه 9 کیلومتر است و ایها هم نیست سندخانه ها دارن معلم دارن میتونن آموزانن و امتحان رو طریق آنلاین یعنی که طریق اینترنت میتونن سپرن و صاحب سرتیفیکاتشون از فدراسیون روسیه روان میکنن چون که در اینجا این صاحب این سرتیفیکات شدن نمیتونن فقط امتحان میسپرن بعد سپردن امتحان از فدراسیون روسیه سرتیفیکاتشون روان میکنن. خب تشکر میکنم. هست نفر دیگر نباشد اگر سوال باشد مرحمت میرون شد. سیراج یک مهاجر دیگر میپرسد که شناسنامه‌اش را در شهر مسکو گم کرده است و از خانه برآمدن برایش خوفناک است چیکار باید کند؟ اکنون خوفناک البته خوفناک است و پیش از همه باید با کنسولگری جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه مراجعت کنند با وی معلومات نامه میتند و اینچنین امکانیت هست که شناسنامه نو بدهند به وی. از سفارت میدهند یا کنسولگری؟ کنسولگری سفارت نمیتد کنسولگری جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه. خب میدهند. این چند منطقه موجود می باشد در مسکو یکاترینبورگ و دیگر شهرها و کنسولگری هست نمایندگی‌هاش میتونن همون کنسولگری با مراجعت کنن.
اینجا جلیل یک نفر دیگر سوال داده است. این سوال ها قبلا با اداره آمد که طولی 3 ماه می شود در یک شرکت کار میکند، کارفرما روس است و 3 ماه باز در همین ماه آخرش میگه که با بهانه های آن که بانک ها پولی بیشتر نمیدهند نصف معاش هم را نمیدهند، من چیکار کنم میگه. اونجا میگن که بانک ها به خاطر نمیدونم همین زیاد شهروندان روسیه پول میگیرن و از روسیه بیرون میبراین، برای این میگه خب همین بهانه پیش آورده کارفرما میگه که من از بانک پولی زیاد گرفتن نتوانسته ایستادم، پولم در صورت سوم است و همین باعث اون میشه که مبلغ های شما را پوره داده نمیتونه. این گپ یگون اساس ندارد. در فدراسیون روسیه همه بانک ها مبلغ دارند، مبلغ روبل روسی و یا این مبلغ رو اگر که در صورت حسابش پول باشدگر گرفته داده میتونه، از جمله برای پرداخت مزد مهنتی مهاجری مهنتی. یعنی که وای سببای هر گونه راست و دروغ میگوید که تا که با مهاجر مهنتی مبلغش رو پرداخت نکند. نگه من میگوید 3 ماه باز کار کرده استودم. من با گفتنی هستم که اگر که شرطنامه مهنتی بین کارفرما و مهاجر مهنتی نباشد گرفتن مزد مهنت خیلی وزنی غلطه، چون که در حالتی گویم اگر که این پرابلم مزد مهنت اکثریتی گویم پرابلم های بیشتر می باشد در فدراسیون روسیه، لیکن اگر که شرطنامه مهنتی داشته باشد حل و فصل کردن این مسئله آسان‌تر می باشد. خب تشکر میکنم. نفری هست در خط علاقه؟ یکی در اینجا در سامانه یوتیوب نوشته است من 4 روز شد ادل پاسپورتم رو گرفته است، در 2 روز اول خودم رو نیز در اونجا یعنی محکم کردن و بعد از 2 روز جواب دادن، لیک تو حال میگوید پاسپورتم رو ندادن در ادل است، من چیکار کنم؟ یعنی ادل پلیس در نظر دارد؟ بله. ادل پلیس حقوق ندارد پاسپورت شهروندی جمهوری تاجیکستان رو یا مهاجر عموما شهروندی خود دولت خارجی خود روسیه گرفته مانند. حجت شخصی می باشد و میتواند برای گرفتن شناسنامه خود با منطقه پروکراتوری که همون شعبه و نگاه میکند همون منطقه پروکراتورش با عریضه مراجعت کند، این کار مورد بررسی قرار میگیرد. یعنی پاسپورتش گردونده میتونه. بیننده های گرامی وقتی شما تماس میگیرید و میبینید که ما زود شما را پیوست نکرده ایستادیم، این معنی اون ندارد که همصحبت ما پاسخ داده ایستادن، یعنی صحبت کرده ایستادن و بعد از اونی که صحبت ایشان نهایی شد بعدا من میتونم که شما رو پیوست کنم. یعنی وقتی تلفن شما برداشته شد بدونید که خوب شما پیوست هستید، ولی صدای شما همان وقتی خوب در افیر صدا میدهد که ما گفتیم سخن هم صحبتمون نهایی میشود و بعدا ما برایتون امکان میدیم. وقتی شما تماس گیرید که خوب همینطور تلفنتون برداشته شد و گپ نزدیم، این معنی اون ندارد که شما را قبول نکردیم. خوب تلفن در استودیو 92 743 1008 است و شما میتونید که طریق همین رقم ها تماس بگیرید و هر سوالی شد برای بیننده های ما بگید و بار دیگر براتون بگم که مهمون برنامه ما هستند سهراب توشیف، دیرکتور گنرالی جمعیت دارای مسئولیتش محدود شریف عصری نو هستند که با سوالهای ما و شما پاسخ داده ایستادند. فکر میکنم مهرانشاه سوال دیگر داره. یکی نیست شهروخ از یکی از مهاجران میپرسد که شهروندی روسیه رو دارد، آیا او رو به جنگ اوکراین میبرند؟ طبق قانونگذاری فدراسیون روسیه حاضر موبیلیزاسیون جمع آمدی گویم شهروندایی که یا اینکه خدمت کردگیان پیش یا اینکه باید خدمت کنند و یا حقوق دارند شهروند جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه برای خدمت با ارمیه جلب کنند، برای که همچون شهروند فدراسیون روسیه همزمان با فکر من قسمم یاد کردگی از پیش از گرفتن شهروندگی. خب همین در همینجا میخوام که باز من علاوه بکنم به همین سوال همین همکارم، در حالتی که او خوب خدمت حربی نرفته باشد یا کارمند نظامی نباشد، آیا این نفرم جلب میشد؟
آخه چطوری که گویم شهروندای ما 18 به میدارن برای خدمت و جلب میکنن در فدراسیون روسیه هم خیلی اگر سن و سالش مناسب باشد یگون سببی که برای خدمت کردن مانع نباشد اگر یعنی و میتونن برای خدمت جلب کنند شهرونده اکنون ما گفته ایستان سخن درباره فقط شهروندایی که دو شهروندی دارن شهروندی تاجیکستان و روسیه و میتونن جلب کنن برای خدمت در فدراسیون روسیه چون که وای باید رو همچون شهروند فدراسیون روسیه در نزد گویم فدراسیون روسیه قرض خود رو ادا کند قرض خدمتی خود رو خب اینجا یک سوال دیگر که در برنامه‌های دیگر هم پرسیده شده است و میخوام که این سوال هم براتون بدهم یک قسمی خب اکنون خلاصه سوالش همین است که سغورته طبی دارد ولی هنگام بیماری یا دیگر حالتهای ناخوش جبران نمیشه گفتیم در همین حالت به کجا مراجعت کنیم گفته است هرچند در یک برنامه دیگر شما این پاسخ گفته پیشنگی برنامه بله این مسئله این برای ما پیشکی ثبت کردیم ولی پخشش حالا بهتر میشه برای شما بیننده های گرامی خب مرحمت به هر حال در فیلم مستقیم باید پاسخ اکنون نسبت پلیسی طبی چی گفتنی هستم هنگام گرفتن پلیسی طبی حتمی است از سبب اون که ارزش هر یک پلیس هر خیلی است مهاجر مهنتی کوشش میکند که پلیسی طبی ارزان ترین گیرد تا که ارزش پتنتش پخش شود گویم پلیسی من گویم اگر که شهروندی ما به اروپا رود با مبلغی گویم $30,000 و میکنن سغورته میکنن یعنی که در دایره $30,000 گویم و میتوند خدمت طبی گیره اون چیزی که گویم در فدراسیون روسیه نیست اگر که چندی که مبلغ سغورته قیمتتر باشد همیشه خدمت رسانیش بیشتر می باشد اگر ارزان گرفته باشد خیلی دکتری گویم قبول میکند دورینش میبیند تبش میبیند همه این چیزا میبیند یعنی که خدمت رسانی و به حد کم میباشد اگر که برای تشخیص خونش سپرد و گویم نمیکند نمیپوشاند یا که گویم درد دندان به گرفتار شود این چنین همین روزه علاقه ایلوواتن باید مهاجر مهنتی مبلغ پرداخت کند خب برای این خب چرا این سوال خیلی زیادتر میدیم میبینه که در برنامه دیگر هم بود عینی حال هم بود این معنی اون دارد که همون گفته خوب یک خدمت رسانی خیلی پایان خوب خیلی ارزان هم باید که بکنن نه بس از اونی که کم پول داده است یا زیاد داده است که مبلغ سپریده است با به پلیسی سغورتوی برای اونا حجت نمیکنن ولی خب چرا در وقتی ضروری برایشون کمک نمیکنه که مثلا اینا سوال ها میشه و من بار دیگر میگم که همون سغورته طبی که مهاجر مهنتی گرفت و تنها بعضی تبابت و بعضی چیزای محدودیت دارد از این و زیاد پیشنهاد کرد نمیتونن چون که ارزش خود پلیسی گویم طبی همیشه میباشد اگر فرض کنیم با 10-15 هزار روبل روسی پلیس گیرد اگر البته باید بیشتر خدمت رسانی رو در بر میگیرد لیکن 1300 گویم روبل روسی یا 1.5 هزار روبل روسی با پلیس میگیرد که البته باید خدمت رسانی طبی کم میگیرد تشکر میکنم مهرانشاه سوال است اینجوری که در یوتیوب کانال نوشتن السلام علیکم من چنین سوال دارم پسرم با کنسول رفت با پسرم زگره ندادن گفتند که تاجیکی نداری چی باید کرد حاضر میگه پسرم استودنت هست دانشجو هست در این چه تاجیکی ندارد شناسنامه تاجیکی نداره و به همین خاطر شناسنامه خارجی براش ندادن در روسیه خیلی به هر حال وای گویم شهادتنامه تولد دارد که میگن چه свидетельство о рождении وای دارد و میتوند مراجعت کند مهلت پاسپورت گیریش خوندگی باشد میتوند شناسنامه کنسولگری گیرد اگر که نداده باشند خیلی این مسئله رو فقط وزارت کارهای خارجی موردی بررسی قرار داده میتوند
اگر که به وای چیوای کردن رد کردن دادن شناسنامه لیکن وای میتوند از روی گویم شهادت نامه اویدی تولد میتوند شناسنامه خارجی گیره. بعدا خودی همون نسخه برداریش هم باشد میشود همون سرکوپیش که باشد. اکنون در بسیار حالت ها طلب میکنن که نسخه اصلیش رو پیشنهاد کنن چون که نسخه سرکوپ میتوند قلبکی باشد یا دیگه باشد فهمید؟ برای همین اگر که طلب کنن که نسخه اصلی رو پیشنهاد کنند این درست می باشد. خب در بعضن مورد اینجا سوال دیگر است میگن که در بعضن مورد همینطور برای با کار جلب کردن بعضن از شرکت ها حتی به اروپا هم میگن مبلغ زیاد طلب میکنن. خب به اروپا رفتن چگونه است؟ چی طلبات دارد گفته است؟ خب یک نفر دیگر است. حضور یک چیز رو باید ما در برگیریم که این حال در فدراسیون در اروپا شماره بیشتری شهروندان اوکراین گریخته رفتگیان همچون مهاجر گریزه مهاجر برای همین هم بیشتر و یا در این زمان این شهروندان رو با کار تامین میکنند. بعدا اگر که در گوجایی که شهروند اوکراین کار کردن نخواست و با آنها محتاج مهاجر مهنتی باشد بعد به دیگر دولت ها نیز مراجعت میکنند تاجیکستان و دیگر دولت ها. لیکن من همچون هم صحبت شدیم با یک از شرکت های اروپا ایدی مهاجرت مهنتی و گفتن که حاضر اصلا شهروندای اوکراین رومانیا پریبالتیکا همون رو با کار تامین میکنن از سبب اون که در این دولت ها گویم گرمانیا انگلیا یا که فرانسه مزد مهنت بلندتر است نسبت به مزد مهنتی که اون دولتی که من نام بر کردم. خب تشکر میکنم مهرانشاه. زنگ است یا سوال است؟ سوالی هست اینجا نوشتن سلام میخواستم فهمم که من شهروندی روسیه رو دارم و با یک بونه از تاجیکستان اویله برپا کردنی هستم. آیا امکان دارد در تاجیکستان عهد نکاح بندیم؟ البته یگون پرابلم نیست اگر که هم شهروندی روسیه تاجیکستان داشته باشد نداشته باشد عقد نکاح رو وای میتونن در چه در فدراسیون روسیه چه در جمهوری تاجیکستان انجام دهند. خب اگر خب شهروندی تاجیکستان داشته باشد در روسیه میتونه عقد نکاح کنه؟ البته برای چی؟ یگون مانعی چون در اکنون پیش کوشش میکردن که عقد نکاح قلبکی کنن قلبکی کنن به خاطر اون که شهروندی فدراسیون روسیه گیرن چی مرد چی زن هم خیلی باید بود. لیکن حوض این زمان شهروندی روسیه سوداگردانیده شد و میتونن اگر در مهلت معین در چارچوبی قانون کار کرده باشند پتنت داشته باشند هر ماه گویم پرداخت کردگی باشند چه میگن پولی پتنت رو آسان‌تر میفهمند پرداخت کرده باشد هر ماه یعنی که در بعد مهلت یک سال همخیل و میتوند حجتاش رو برای گرفتن جای زیستی موقتی پیمجه میگن و شود و بعد گرفتن این حالت میتوند بعد چند مدت میتواند شهروندی فدراسیون روسیه رو صاحب شود. خب اینجا یک نفر سوال فرستاده است که همین گونه اوضاع هست که گویا نفران پتندار را هم به جنگ اوکراین جلب میکنن. این راست است یا نه؟ البته شما باید خودتون فکر کنید که شما شهروند جمهوری تاجیکستان چه شما شهروند جمهوری تاجیکستان رو مجبورن جلب میکنن که شما در اوکراین جمع کنید و این همه و چی طلبات نسبت شهروندای فدراسیون روسیه باشد برای مهاجران مهنتی ما یگان مانعی نیست. اگر که رود و همچون چه گویم نیامنی حساب میشد که طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در حالتی که وای میرد همچون شهروند جمهوری تاجیکستان جنگ میکند و رو میتونن با جوابگری جنایتی جلب کنن. خب اینجا هست یکم کس در خط واقع تلفن در استودیو 92 743 10
08 رقم های ما در استودیو است. اگر در مهلتی که ما صحبت میکنیم موفق شده که تماس بگیرید حتما شما رو پیوست میکنم. یک مهاجر دیگر نامش رو نگفته است، همین طور سوال گذاشته است که من شهروندی روسیه را دارم، برای سفربرسازی به صف ارتش روسیه به من دعوتنامه روان کردند. در این حالت آیا من میتوانم از شهروندی روسیه دست کشم؟ این سوال به شعبه حربی فدراسیون روسیه دهد، برای اینکه وقتی که شهروندی روسیه میگیرید و میخواست از اون چیز سبوکی هایی که نسبت گراجانی های روسیه هست استفاده برد. خیلی وقتی که جنگ اعلام کردن، جنگ رفتن در کار باشد، کاری خودش و میتواند البته شهروندی خودش و چی کند دست کشد، لیکن به هر حال اگر در وقت شهروندیش بودنش و رو به صف فدراسیون روسیه دعوت کرده باشن و بعداً از شهروندی خودش رو اگر که گوید که من شهروندی فدراسیون روسیه نمیشم و رو طبق قانون فدراسیون روسیه با جوابگری میکشن برای سرکشیش. قبلا باید میکرد این کارو. قبلا تو دعوتنامه یا پیش از جنگ می همون وقت باید دست میکشه، نه بلکه اون وقتی که باید دعوت شد و میخواد تکون از شهروندیش و چی کند برایت شهروندی فدراسیون روسیه. خب تشکر میکنم. و در اکثر حالت ها برای گرفتن شهروندی خیلی مشکلی میکشند، اونقدر حجت ها طلب کرده میشه. در بعضا موارد کوشش میکنن که برای همین گونه حالت ها از شهروندی در روسیه داشتن دست بکشن. آخه من بار دیگر میگم که باید شهروندی گیری برای گرفتن امتیاز ها بود، یعنی که سبوکی ها مبلغ پتن نمیسپرد، همچون شهروندی فدراسیون روسیه در وجود که میخواد کار میکرد. خیلی این همه گویم چوب دوتا باید دارد، آخر رو دارد. بله. میگم پالکا دو کانسا، هر یک چیز هم چیزی مثبت دارد، خیلی هم چیزی منفی. برای همین پیش از یک کار کردن باید اندیشه کردن در کار. خوب، اینجا دیگر نفر سوال داده است که میخواهم طریق قزاقستان میگن به اروپا رفتن آسانتر بوده است، همین چگونه است؟ کمی معلومات میدادید گفته است. این کتی شرکت های قزاقستان مشغولن، نه شرکت تاجیکستان. که اگر که بگیم با شرکت قزاقستان یکم قرارداد داشته باشد خیلی احتمال و میشد، لیکن به هر حال برای همون شرکتی که به اروپا سفربر میکنه، چه طریق قزاقستان چه طریق دیگر دولت، و باید اجازت نامه خدمات مهاجرت گیرد و این چنین اویدی این حالت کمیته دولتی امنیت رو آگاه کند که من با چنین شرکت خارجی شرطنامه بسته ایستادم و باید از گرفتن اجازت نامه این علاقه با اون یا این دولت اروپا اجازت گرفته است خدمات مهاجرت. خب در حالتی که اگر او رفت به قزاقستان و کدام یک شرکت های قزاقی یا کدام یک نفر در آنجا نه فریب کردن، خب این گونه حالت ها خیلی زیاد میشد مثلا برای شهروندای ما. خب اون میتونه که به مقامات حفظ حقوق تاجیکستان مراجعت کنه تا اونه که خب اینا شاید همکاری دارن با مقامات حفظ حقوق قزاقستان برای خب برقرار کردن ضرر یا کدام یک چاره ها دیدن، خب میتواند مراجعت کند یا حتما باید به قزاقستان به مقاماتش مراجعت کند؟ بار دیگر شما قوای کردنی هستم که اگر که شرکت قزاقی فریب کرده باشد و مبلغش رو گرفته کارش رو نکرده باشد، اگر این وای میتوند به مقامات حفظ حقوق قزاقستان مراجعت کند. خیلی اویدی اون همکاری که مقامات وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای جمهوری قزاقستان همکاری دارد، البته وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان میتواند این مسئله رو مورد بررسی قرار داد و به
وزارت کارهای خارجی جمهوری قزاقستان مراجعت کند اویدی مسئله مذکور. خب تشکر میکنم و بعضا سوال های بعد دیگر هم یک هست. دیگر هست بخشش اینترپول میگن در جمهوری تاجیکستان نمایندگیش هست و پلیس بین المللی حساب میشد میتواند به اونجا مراجعت کند آنها نیز چنین مسئله رو مورد بررسی قرار میدن چون که در هر یک گویم دولت نماینده گویم پلیس بین المللی اینترپول هست و این مسئله رو میتوانند مورد بررسی قرار دهند این کار باز آسان‌تر میشه. خب تشکر میکنم و اینجا نفر دیگر سوال داده است که با یک هم گفته است که اونجا همینطور نویسته است. من اینا برای بیننده ها ادبی کرده بگم کمی فهموتر کرده بگم میگه که خب با یک هم رفته در زیر دستی و کار کردیم ولی او چند هزار روبل اینجا عددش نگفته است و چندین هزار روبل گفته است مرا فریب کرده است ولی من برای معین کردن این که به مقامات مراجعت کنم دلیل ندارم گفته است دلیل ثبتی یا نمیدونم حجتی ندارم گفته است آیا چیکار کنم که خوب برای برگرداندن همین مبلغ ها به مقامات چگونه مراجعت کنم گفته است چی باید کنم این مبلغ ها هم رو گیرم گفته است. همین خیلی حالت ها خیلی زیاد میشن وقتی که یک مهاجر مهنتی در اونجا کار میکنه دیگر همسایه‌اش برادرش یا که دیگر شخص شناسوش رو دعوت میکند که بیا اینجا مبلغی خیلی خوب میگیری کارش خوب است دیگر یعنی که گویم خیلی بدومی دروغی دیگر کسبه میافتد. بله این حالت ها نیز بسیار میباشند برای همین من همه مهاجران مهنتی رو گپ میزنم که پیش از سفر با چنین تلفن و با چنین تکلیف ها البته همه طرفه سنجید که آیا وای در چارچوبی قانون کار کردن میتوند یا نه یعنی که با گرفتن پتنت بستن شرطنامه مهنتی همین چیزا باید حتما باشد و میتواند گویم خود رو حمایت کند نسبت اون حالتی که شما حاضر گپ زدید خیلی هست بسیار حالت ها هست همین نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در شهرهای مسکو یکاترینبورگ و دیگر شهرها هست سنت پترزبورگ و اون میتواند با عریضه مراجعت کند با این مسئله مذکور و یا این مسئله رو بررسی کرده بعدا یکم چاره دیدن میتونن لیکن هر بار دیگر میکنم که برای آنها نیست نداشتن شرطنامه مهنتی به یک مانعگی میباشد برای ویا. خب تشکر میکنم و مهران شما سوال داره اینجا همون نفری که گفتند که به پسرم پتنت نداده استودان میگن این موی سنتبر یعنی مدتش بود شده است رفته با کنسول میگن نداد متاسفانه ولی پسری من 17 ساله است 17 ساله هست و میتوند شناسنامه خارجی گیرد از کنسولگری مراجعت کند شهادتنامه‌اش پیشنهاد کند شناسنامه خارجی پیشنهاد میکنن برای وی از شناسنامه عمومی تاجیکستان باشد و فکر من از 16 سالگی میتیان از 16 سالگی یعنی که هر دو شناسنامه و میتوند در کنسولگری گیرد و اگر کرد کرده باشند و میتوند به وزارت کارهای خارجی مراجعت کند. خب یکی دیگر میگه پتنت کردن برایم مشکل است رئیس هم میگوید اگر تو در کارگاه میلیسه دارد من جواب میگویم اما با بیرون نبرو او پتنت نکردن من به ضرر من میشود چون که مبلغ خیلی کلان است و من نو به روسیه آمدم. درست است من یک بار دیگر گفتنی هستم که در عین زمان فعالیت مهاجر مهنتی در فدراسیون روسیه آن شخصی که شما گفت زدید غیر قانونی میباشد و شخصی که این گپ رو گفته است که در درون جواب میتیم جواب نمیتید برای اینکه مبلغ گویم جریمش با آدمی که جلب کرد از مهاجر مهنتی و پتنت نداشت از 600 تا 800 هزار روبل. حاضر شرکت های گویم رسمی که فعالیت میکنند هیچ گاه
کارمند رو به پتنت نمیمونند با کار برای اینکه این خطر خیلی زیاد داره. خب جو باشه. یک مرد رو میشناسم که مردانی که یک بار به مهاجرت میروند به خودش جلب کرده مزد مهنتشان رو از وعدگی 20% میگیرد و خلاص، ولی هیچ کس از بولش به مقامات شکایت نمیبرد. میگفتید که از نظر قانون حقوقی ما مخفی مراجعت کردن رو داریم، یعنی میگن ما مراجعت کنین مشکل ایجاد میشد براشون، میگن ما مخفیانه با مراجعت کرده کجای میتونیم مراجعت کنیم ما را شخصیتمون رو خیلی آشکار بینیده نمیکنن. و شهروند 20% مبلغ گرفته ایستاده است و تا کی میگیرد و باید خونش با پول روان کند خوراند و خودش خوردنش در برای خودش صرف دارد و خیلی هم خیلی حالت است مراجعت کند مقامات حفظ حقوق فدراسیون روسیه جهت مسئله مذکور و یا بررسی میکنند و میکنند. بار دیگر من همه شهروندان جمهوری تاجیکستان رو دعوت میکنم که آگاه میکنم که تنها با پتنت مبلغ پتنت رو هر ماه سپرید و البته شرطنامه مهنتی بندید با کارفرما کی که نباشد و شخصی و دولتی و گویم شرکت می باشد. اگر شرطنامه داشته باشید شما زبان کوتاه میشین پیش دیگر آدم و از جمله مقامات حفظ حقوق و کارفرما به پتنت کار کنید. اگر پلیس بیاد اگر میگه ما این را یکم بار دیده استودیم این از کجا در اینجا پیدا شد، ما نمیدونم این شخص کی است، هرچندی که وقت که ما کار کردم دیگر و بگردن نمیگیرد مجری مهنتی. ولی همین حالت خیلی زیاد است. اصلا همین با اصطلاحی که خودشون میگن مهاجران، میگن برگرد داشتیم، برگرد ما یا برای ما میگفت که مثلا خب معاش شما همین قدر است، ولی من همین قدر شما را جای کار که دادم از همین قدر فایز برای من میدهید و بعداً کار میکنید. بعضا همین تا لفظی میشود، بعضا اون مبلغ از خودی کارفرما و از همون به اصطلاح اون راهبرشون میگیرد که اون برگرد، ولی بعدا کم کم به کارگران میدهد، یک فایز خیلی کمش میدهد. اساسا این حالت ها در کدام وقتی که یک شهروند فدراسیون روسیه یک 5-6 مهاجر جمع میکند و بینش بریگادیر میماند که تو همین کارهای من تو گپ میزنم، همین کارا به انجام رسون، همین خیلی کن خونه و ساختته من مبلغ تو به میتیم تو بچه ها تقسیم کن. در بسیار حالت ها همین خودی بچه هایی که کار میکنن میدونن که یک کوادرات گویم 50 سوم پتالوگ میکند یا بیتون یک کوبش میگه 2000 روبل روسیه. این همه گویم نرخ‌گذاریه و یا میدونن همزمان وقتی که کارفرما پولش کارش رو پرداخت میکنه در بعضی حالت ها خود شهروندای تاجیکی ما فریب میکنن، یعنی که یک قسم زیادی پول میگیرن و بعد با بچه ها گپ میزنن که نه و کم داد. من حالتی میدونم که وقتی که همین کار شد بعد همون ماجرای دیگر با همون شهروند فدراسیون روسیه مراجعت کردن، گفتن که برای چی پول همش ما ندادی با بریگادیر که ما پول میگیریم. در این حال همون شهروند گفت که نه ببخشیدم بچه من همه پولی که پیش بینی کرده شده بود همش پرداخت کردم. بعد بریگادیر میگن های نه من نمیخواد بعد و چی میکند بعد پولشون میدهد. تشکر میکنم. مهران شما اینجا چند وقت آخر در روسیه به پلیس مهاجران به نظر گرفته نمی شود. وقتی ما به بیمارخانه مراجعت میکنیم علاوه مبلغ گذاری میکنیم و نمیتوانیم به یگان جا مراجعت کنیم. شما چی مصلحت میدهید؟ نسبت این مسئله ما حاضر گپ زدیم در اول صحبت ما. بار دیگر میگم که مبلغ خدمت رسانی پلیس از مبلغ خود پلیس وابستگی دارد، یعنی که اگر که چندی که ارزان باشد محدود کرده شدگی از خدمت رسانی دیگر. لیکن گویم با خدمت رسانی تعجیلی رسانده میشد نوابسته از اون که پلیس دارد یا ندارد این رایگان میباشد. من حالت میدونم که در فرودگاه واخوردم با یک مهاجر
گفت که جراحی دل رو به پول کردن باید یعنی که دلش یکی اینفارکت میشد میگن وای رو بالینسا میبرن جراحی میکنن خیلی صحت میشد و تاجیکستان گشته میبین. خب اینجا شوکیر یک مهاجری دیگر میگه که چند رفیقش سرحد روسیه رو عبور نکرده پاتنت گرفتند، اون مهلت معین شده ای که هست بعدی وای باید یک مرتبه عبور کند میگه ولی نکردن عبور کردن. اگر این حالت خوب آشکار شود چی میشود گفته است؟ دپارتاسیا میشد. یک چیز رو ده همین قانون فدراسیون روسیه ویران کرد. هر یک بود باشه هر یک مهاجر در منبع کامپیوتری فدراسیون روسیه ثبت شدگی کی اومد کی در اومد چی کمبودی داشت پاتنت داشت نداشت همچون مهمون در اومد یا همچون کارگر. ولی چرا توانستن کرده؟ خیلی این به فکر من اساس ندارد. یکون اگر که معین کرده شود یکی ممکن یکون خطاگی برای مانده شده معین کرده شود که پاتنتی وای رو وای میکنن. این مثال بسیار من دیدگیم که پاتنتش چه میگم انولی رو میکنن یعنی که بیکار میکنن. خب یا اینکه هست که پاتنتشون قلبکی میکنن یعنی که پولشون میگیرن میرن وокзал در اونجا چالونا هست در 2 minut پاتنت پیچت کرده میتیرن. خیلیش میگه. خب مهرانشاه به فکرم سوال یک دارم. نفر دیگه از بخشش ما تا کی پولی پاتنت میسپاریم ما در یک завод کار میکنیم هم налог میدارند از معاشمون و هم هر ماه پاتنت میسپاریم چه خیلی کنیم همین قانون رو فهمیم. налоги дарунӣ ро фақат шаҳрвандои федератсияи Россия меспоранд. Агар налог спорад вай пули ҳармоҳаи патент намеспорад. Агар пули ҳармоҳаи патент спорад яъне ки налоги андозе гӯем пешбинӣ шуда барои шаҳрвандое ки федератсия пешбинӣ шудад вай намеспорад. ҳамиқа вай чи аст вай ду налогро намеспорад ҳеҷ вақт. خب اگر واقعا هم سوپ همین طرح طلب کنند براشون باید مراجعت کنند به وای غیرقانونی است. و چون که اگر که مبلغ پاتنت رو هر ماه سپرد و دیگر نمودی اندازها رو نمیسپرد. این همش یعنی که خودی کارفرما خودش میخواست است که الوتا یگون پول دبا دست دارد. خب تشکر میکنم. با سوال هست. دیگه است من وید نجدیلство دارم مرا با قوای مسلح دعوت میکنند یا نه؟ فقط گراجانوی روسیه. اما گراجانه نه. خب حالا این همه قانونو نسبت شهروندای فدراسیون روسیه شهرونداش تعلق دارد. آن شخصانی که گویم PMJ دارند یا اینکه وای دارند و یا جلب کردن نمیتونند. تنها برای اون که وقتی که شهروندی میگیرد پیش از گرفتن شهروندی و قسمیات میکند باید اون که با فدراسیون روسیه خدمت میکند صادقانه. اگر که یگان همین خیلی مخالفات جنگ شود اگر و آماده است که وطن خود فدراسیون روسیه رو بیم در این حال حمایت کند. خب مرمت اینجا یک نفر دیگه گفتن اکی منش طرف داشته است برای چک پاتنت کاغذ دادن گفتن اگر پولش رو نسپاری یعنی تو دپورت میکنیم اویا یعنی او حلو مبلغش رو نسپرده است اویا او رو دپورت کرده باشند یا نه میگه میخوایم دونیم مبلغ پاتنت چک پاتنت نسپرده است و چک پاتنت نسپرده باشد و حساب کنید که وای همون رو سر کرده به پاتنت کار کرده است. پاتنت در اون صورت قوت دارد که هر ماه مبلغش پرداخت میکند. وقتی که پاتنت گرفت و مبلغش پرداخت نکرد این وجه قانون شکنیه. خب تشکر میکنم. اینجا سوال هم خیلی زیاد است و ما هم خیلی صحبت کردیم واقعا ولی خب بیاید یک سوال دو سوال دیگر بدهیم بعدا به ما برنامه نکته گذاریم چون خیلی زیاد شده است و خوب حدودی قریب 1 ساعت شده است که ما 1 ساعت هم شده است که ما صحبت کرده استیم و مهرانشاه اگر سوال شما داشته باشید مرحمت و من بعضی از سوال‌های هست که باید بپرسم. یعنی اینجا گفته است اجازه بیرون شدن از قلمرو روسیه رو نداشته باشیم میتوانم به تاجیکستان روم؟ نفهم چه بیرون شوی از فدراسیون روسیه. نمی‌کنم خیلی است که اجازه وای بیرون فقط میتواند محدود کند
بیرونشوی شهروندان فدراسیون روسیه که در نزد فدراسیون روسیه قرضدار، یعنی که جریمه‌شان نسپرده است. این حالت ها بسیار میشد که از سرحد میگردونن، اگر جریمه کرده باشند و جریمه‌شان نسپرده باشد، یا اینکه گویم از الیمنت قرضدار باشد. این هم نسبت شهروند فدراسیون روسیه تطبیق میکنه که شهروند تاجیکستان و بیرون میکنن و دیگر همون در فرودگاه معنی واردشوی گفته پروتکل میکنن اگر اگر جریمه‌اش نسپرده باشد. خب خیلی نموندنشون ممکن نیست. عادتا در بعضی موردها سوالها می شود از همون نفرانی که میگن گروهی فریب میخورن، مثلا حدودی 10 نفر 20 نفر رفتن در روسیه، خوب شاید شرکت ها بردن ایشان رو. این گونه خیلی زیاد سوال های داشتیم که در برنامه های دیگر اومده. خوب رفتن ولی یک مدت برایشون یا شناسنامه‌شون گرفتن یا اونی که همینطور کار فرمودن حدودی 4-5 ماه برایشون معاش ندادن یا دیگر حقوقشون رو پایمال کردن. خب در همین حالت اینا چیکار کنن تا اونی که خب حقوقشون برقرار بشود و معاششون برگردانده شود؟ امکانیت برگرداندن مزد مهنتشون هست. باری دیگر میگم این رو میتوند پروکوراتوری که در اون منطقه فعالیت کردن موردی بررسی قبول کند و تفتیش گذراند جهت پرداخت نشدن مزد مهنت. نه که باری دیگر میگم که همین مهاجر مهنتی البته رود شرطنامه مهنتی کند و میتواند علاقه دعوا کند که من شرطنامه مهنتی داشتم، من 2-3 ماه کار کردم، پولی مرا پرداخت نکرد. از پروکوراتوری که و از بالای قانون ها نظارت میکند نپرداختن پولم، اینم یک قانون شکنی میباشد از جهت کارفرما. این بعد تشکیلات های بسیار است بین المللی و گویم خودی گویم وزارت مهنت فدراسیون روسیه رئیست دارد اویدی نظارت در ساحه مهنت. بعد دیون داریم کنسولگری، داریم نمایندگی، یا اینکه کجا مراجعت کردن هست باید همونجا مراجعت کنن با عریضه. این مسئله به بررسی نمیمونن، البته مبلغشون رو میگیرن. خب تشکر میکنم برای یک صحبت خیلی پرمحتوا و خب تشکر به بیننده های گرامی هم که خیلی فعال بودند و خب اگر بعضیشون طریق رقم هایی که ما گفتیم زنگ زده باشن، ما حدودی 2 نفر از زنگشون قبول کردیم و دیگر اکثر نوشتند زیر خب نواری که پخش شده ایستاده است نوشتند و سوال های خود رو. من باور دارم که خب بعضی از سوال هایی که خب دیگر بیننده های ما در نظر دارن اونو در برنامه های دیگری ما هست. شما با کانال یوتیوبی اویلا تیجی دارید، ما حدودی چندین برنامه ها در موضوع های مشخص خب صحبت ها انجام دادیم و با سوال های دیگر هم پاسخ گفتیم. خب یادرس میکنیم که بیننده های گرامی هم صحبت ما بودن سهراب توشف، دیرکتور گنرالی جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی، شریف عصری نو که به سوالهای ما و شما پاسخ گفتن و اینچنین همکار ما که خیلی خوب هم بیننده ها را پیوست کردن و اینچنین خوب سوال ها را خواندن، سوال هایی که بیننده ها روان کردن آنلاین مهرانشاه بودن. خب در همینجا به برنامه مستقیم مهاجرت به خطر حسنی انجام میبخشیم، ولی کانال ما رو پیگیری کنید، دیگر برنامه ها در موضوع های دیگر پخش خواهد شد. خیر، تشکر.